ما این حسین را دوست داریم. این حسین رضی الله عنه در دل و جان ما هست. ما به کسی اجازه گستاخی و بی‌ادبی نمیدهیم که به خاندان نبوت، به حضرت حسین که محبتش در رگ و ریشه اهل سنته، کوچکترین بی‌ادبی و گستاخی بکند. این گونه حسینی که پیامبر ما، نبی ما صلی الله علیه و سلم این گونه محبت می‌کردند، آیا می‌شود ما بیاییم حضرت حسینی که دل و جان پیامبر بود توهین بکنیم؟ حسینی که پیامبر او را به آغوش می‌گرفتند، او را می‌بوییدند، او را می‌بوسیدند، میگفتن این گل منه، گل دنیایی منه، این عطر محمده صلی الله علیه و سلم. هما ریحانتای، یعنی حسن و حسین دو عطرن برای محمد رسول الله. آیا می شود دو عطر پیامبر را که گویا پیامبر با حسن و حسین خود را خوشبو می کنند، می خواهد پیامبر بگه حسن و حسین زینت دهنده منن؟ این گونه محبتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با حضرت حسن و حسین رضی الله عنهما داشتند، می شود ما نداشته باشیم؟ بیم حضرت حسین را الگو برای خود قرار بدیم. حتی لحظه‌ای که حضرت حسین شهید می شدند، میگن یک شب برای من اجازه بدهید که با پروردگارم ارتباط برقرار بکنم. یک شب حسین این بنده خدا دوست داره با خدایش ارتباط برقرار بکند، دوست داره یک شب آخرین شبش را با ناله کردن در پیشگاه الله رب العزت و الجلال سپری بکنه. آخرین شب به پیشگاه الله تبارک و تعالی ایستاده می شود و سر میگذاره میگه ای الله، مهمان تو می شوم. مهمان تو می شوم، مرا به عنوان مهمان قبول کن. اون اشکهای حضرت حسین به خاطر دیدار پروردگار عالم می ریزد. اون گریه های نیمه شب حضرت حسین در دل شب که عرش الله را به لرزه آورده. الله الله دارد نواسی پیامبر علیه السلام در آخرین شب زندگی، در آخرین شب زندگی دوست دارد با خدایش ارتباط برقرار بکند. این نگاه را ما داشته باشیم که حضرت حسین رضی الله عنه در دل شب سر به سجده میگذاشت و گریه میکرد به حضور پروردگار. خدایا فردا شاید تکه تکه بشم و بر زمین بیفتم و سر نواسی پیامبر از تنش جدا شود. که پیامبر میفرمایند وقت شهدا از قبر بلند میشوند به صحرای محشر با خون خود حشر میشوند، من حسین با خونم به حضور تو بیایم، با بدن تکه تکه‌ام، با بدنی که سر نداره، سر بریده به حضور تو بیایم، به پیشگاه تو سر بگذارم که حسین بنده تو سر خود در فدای دین تو کرد. این به الگو بگیریم از حضرت حسین رضی الله عنه. تقوای حضرت حسین، اخلاص حضرت حسین رضی الله تعالی عنه و او لحظه‌ای که ریش حضرت حسین را خاک آلود کردند و او لحظه‌ای که سر حضرت حسین را از تنش جدا کردند. اگر صحابه می بودن اون لحظه چی؟ حتی اگر ما می بودیم اون لحظه چی؟ آیا اجازه می دادیم برای گستاخه ها و بیادب ها که سر جگر گوشه رسول الله را از تنش جدا بکند؟
آیه قرآن فما بکت علیهم السماء والارض، وقت فرعون و فرعونی ها از بین رفتن آسمان و زمین به حالشان گریه نکرد. مفسرین میگویند به موت بعضی از بزرگان آسمان و زمین ناله میکنه. من میگم به شهادت حضرت حسین آسمان و زمین ناله کرده، سنگ زمینم به ناله آمده از این شهادت مظلومانه حسین. آسمان در زیرش نظارگر بوده که نواسه رسول الله به خاک یکسان شد. آسمان به ناله آمده، بالاتر از آسمان عرش رحمان بلرزیده. وقتی حضرت سعد بن معاذ وفات میکند عرش خدا میلرزد، یعنی به فوت بعضی از بزرگان عرش میلرزه. به شهادت حضرت حسین عرش رحمان لرزیده، آسمان ناله کرده. دشت کربلا فریاد زده که در روی من خون اهل نبوته، خون خاندان نبوته، خون حضرت حسینه که مظلومانه با 72 یار خود در دشت کربلا شهید می شود. اون وقت اگر ما مسلمان ها، ما اهل سنت می بودیم، آیا اجازه می دادیم که اون تیر به اون طفل معصوم بخورد؟ حضرت حسین طفل معصوم را بالا می کند، میگه به من رحم نکردید و نمی کنید، به این طفل رحم کنید. تیرهای اون ظالمان به اون طفل معصوم برخورد می کند و پرپر می شود به جلو روی حضرت حسین. فریاد می زند یک چکه آب بیاورید برای این طفل. به عوض آب دادن تیرها رها می شود و خاندان نبوت با خون غلطان می شود. آیا از قضیه حضرت حسین دل مسلمان تکه تکه نمی شود؟ آیا از لحظه‌ای که سر حضرت حسین را مظلومانه از تنش جدا کردند، آیا دل مسلمان تکه تکه نمی شود؟ آیا از اون لحظه‌ای که اون از خدا بیخبر بعد از این که سر حضرت حسین را جدا می کند چوب را بر می دارد به لب و دهان حضرت حسین می زند، آیا دل مسلمان جریحه دار نمی شود؟ کسی اونجا فریاد زد جایی که رسول نازنین اسلام بوسه زد، جایی که پیامبر بوسه زد و بوسید و بوی تو با چوب خود میزنی. آیا از این قضیه دل انسان جریحه دار نمی شود که 72 تن از خاندان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با خاک و خون یکسان بشن؟ همه اهل سنت این قضیه را وقتی میشنوند دل و درونشان آتش میگیره. ما با حضرت حسین محبت داریم، خاندان محمد رسول الله در دل ما، در رگ و ریشه ما جا دارد. ما برای هیچ گستاخ و بی‌ادبی اجازه نمیدهیم که به خاندان محمد رسول الله، به حضرت حسن و حضرت حسین، اونهایی که پیامبر میفرمودن سردار جوانان بهشت، کسی توهین بکند. اجازه نمیدیم که با دختر پیامبر حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها، سردار زنان اهل بهشت، کسی توهین بکند. اونها بزرگان ما، تاج سر ما. خاک پای حضرت حسن و حسین به خاندان محمد رسول الله را سرمه چشمان خود میکنیم. اونها در دل ما و در رگ و ریشه ما جا دارند.